تو چرا به مسئولین گیر میدی؟ پس تو زورت به یه افغانستانی رسیده تا ته زورتو به ظلم اعمال کردی. خب اینا زورشون میرسه دارن ظلم میکنن، چه فرقی دارید با هم؟ تو شدی افغانی ستیز، انسانیت گوشی زیر پا، اینا رو با زن و بچه تو این گرما ول میکنی لب مرز و فلان، بعد یالا این افغانستانی‌ها یکی نوشته آقا میری هم با اینا اخراج کنید. تو بیا تو ایران، تو پاشو بیا ایران همدیگه رو ببینیم، بعد ببینیم کیو بعد اخراج کنیم. لات کوچه خالی خجالت آور کارتون، تاریخ نگاهتون میکنه. ظلم زن و بچه مردمو تو این گرما تو اردوگاه ول میکنید، نه آبی نه غذایی نه چیزی نکنید، بعد همشونو باید چیکار کنید؟ خب تو هم مثل این مسئولین دیگه، اینا هم همینجوری مثل شما فکر میکنن. یه خانمی اومده بود تلویزیون میگفت هر کی مثل ما انقلابی نیست خوش اومد از ایران باید بره. اون فله‌ای میخواست غیر انقلابی‌ها رو بیرون کنه، شما فله‌ای میخوای افغانستانی بیرون کلا همینجوری بی منطق خلاف اصول انسانی. خب مثل خیلی به هم میایید که در تخته که به هم جوره. چرا ناراحتید پس؟ از چی ناراحتی؟ آقای صابخونه که پول پیش گرفتی از افغانستانی الان رد مرزش کردن، پولش نمیدی؟ نه به خودت هم میگی آدم، بعدم میگی ما ایرانی نم چی هستیم. ایرانی چی هستی تو؟ تو تمدنت، تو فرهنگت، از کجا اومدی؟ تو که ادعا بشه من آری